هزینه تحصیلت پایینه، هم نزدیک به ایرانی. دارم راجع به کشور ارمنستان صحبت میکنم. با توجه به نزدیکی ایران و ارمنستان رفت و آمد برای دانشجوها خیلی راحته و همینطور خانواده هاشون هم میتونن با یه هزینه کم به بچه هاشون سر بزنن. از طرف شهریه‌های پایین ارمنستان باعث شده که انتخاب خیلی از افراد باشه. شهریه دانشگاه‌های ارمنستان ما بین 2000 تا 8000 دلار متغیره و این تفاوت با توجه به دانشگاه و رشته‌ای که افراد میخوان بخونن مشخص میشه. یکی از مزیت‌های دیگه ارمنستان اینه که امکان تحصیل به 3 زبان ارمنی، روسی و انگلیسی وجود داره. اما خب از اونجایی که بیشتر متقاضی تحصیل به زبان انگلیسی هستن، برای تحصیل به این زبان نیاز هست که مدرک آیلتس یا تافل رو ارائه بدن. جدا از این که شما امکان تحصیل به 3 زبان رو دارید، حتی این امکان براتون فراهمه که دوره‌های زبان ارمنی یا روسی رو توی خود ارمنستان یاد بگیرید که این باعث میشه هم یادگیریتون سریعتر اتفاق بیفته و هم به صورت درست‌تر و اصولی‌تر و بعد از گرفتن مدرک زبانتون میتونید که برای ورود به دانشگاه درخواست بدید. امکان تحصیل بدون آزمون ورودی توی خیلی از رشته‌ها توی کشور ارمنستان وجود داره، اما خب برای بعضی از رشته‌ها و بعضی از دانشگاه‌ها باید آزمون SAT رو مد نظر قرار بدید. علاوه بر اینکه هزینه هاتون توی ارمنستان پایینه، باید این رو بدونید که شما اجازه کار 20 ساعت در هفته توی ارمنستان رو دارید. درسته که تمامی هزینه هاتون رو پوشش نمیده، اما میتونه کمک هزینه خوبی برای هزینه‌های زندگیتون باشه. به صورت کلی برای گرفتن پذیرش از دانشگاه‌های ارمنستان شما به پاسپورت معتبر، مدرک تحصیلی قبلیتون به اضافه ریزنمرات، گواهی سلامت و 4 قطعه عکس نیاز دارید. و اگر که قرار هست برای کورس اصلی اقدام بکنید، مدرک زبان رو هم باید ارائه بدید. بعد از اتمام تحصیلتون هم ارمنستان به شما اجازه پیدا کردن کار میده که میتونید با پیدا کردن کار مرتبط با رشته تحصیلیتون اقامت تحصیلیتون رو تبدیل به اقامت کاری بکنید. در آخر اگر قصدتون مهاجرت تحصیلیه، پیشنهاد ما اینه که بعد از بررسی تمام گزینه‌ها و شرایطشون بهترین انتخاب رو داشته باشید. برای راهنمایی و اطلاعات بیشتر میتونید با مشاورین ما در ارتباط باشید.